خب ما تو نماد معاملاتی داو جونز هستیم. میخوام که فوروارد تست انجام بدم روش. ببینیم که به چه صورت هست. ببینید من کاری که اول انجام میدم اینه که میام تو تایم فرم بالاتر و معمولا 30 دقیقه مد نظرم هست. نقاطی که به نظرم خیلی مهمه رو با یه دونه خط افقی در واقع علامت گذاری میکنم. الان توی این جایی که ما هستیم، نقاط مهمی که من میبینم یکی اینجاست، یکی این کفه و حالا یه دونه سقف هست که ما داریم. اینجا اگه هم نگاه کنید یه حالت چنج آف کرکتری و چنج آف فیز بهش دست داد. خب کار دیگه ای که باید بکنیم اینه که خب الان اینجا ساعت 5:30 صبح هست. من یه مقدار میزنم جلوتر کندلا که به تایم حالا لندن یا نیویورک نزدیک بشه. بنابراین من چند تا کندل میرم جلو. ساعت 11 صبح سوده هنوز. خب این اوپن نیویورک باید باشه وقتی یه همچین حالتی داره. ببینید تو تایم های به غیر از در واقع نیویورک همونجوری که نگاه میکنید داو جونز اصلا حرکت خیلی خاصی انجام نمیده. به همینه که تاکید ما همیشه توی تایم نیویورک هست و داو جونز. خب اینجا ساعت 4:30 در واقع عصر هست، شروع مارکت نیویورک. ما میخوایم اینجا رو فوروارد تست انجام بدیم ببینیم که به ما پوزیشن میده یا خیر. خب من نقاط رو مشخص کردم. حالا اینجا یه برکت هم داده ولی برگشته تو، خیلی مهم نیست. من میرم تایم مد نظر خودم که 2 دقیقه هست. ببینید 1 دقیقه خیلی زوده، 3 دقیقه من نظرم خیلی دیره. من تایم 2 دقیقه باش خیلی اوکی هم و معمولا هم پوزیشن خوبی بهم میده. خب حالا اولین کاری که میکنم، ببینید تمام این وقتی شما یه همچین حالتی مارکت رو نگاه میکنی در واقع دارید همون تایم 30 دقیقه رو نگاه میکنید. سوینگا خیلی بزرگن، وقتی شما اینقدر چارت رو جمع میکنی در واقع دارید تایم بالا رو نگاه میکنید، واسه لزومی نداره بیاید تایم پایین. خب همین سوینگا رو ما توی تایم بالاتر میدید. من زوم مد نظرم یه همچین حالتی هست، کندلا کاملا واضح و کاملا شفاف و اصلا نیازی به قبلش ندارید. شما همین 2 تا لگ آخر مارکت کافیه برای معامله کردن. خب من میام برای اینکه اول دستم بیاد مارکت کجاست، میام یه بار یه شماتیکش رو با یه خطی رسم میکنم که ببینم مارکت چیکار کرد. خب همونجور که میبینیم الان مارکت خب این که یه اسپایکی بوده زده برای اوپن مارکته، یه لگ داشتیم یه پول بک، یه لگ داشتیم یه پول بک و یه لگ دیگه. حالا نقاطی که الان اینجا بر من خیلی مهمه، یکی اینجا هست که در واقع ما به این میگیم BOS و این نقطه هست که این نقطه چنج آف کرکتر منه. چرا؟ چون آخرین سوینگ های من هست و اگر قیمت از اینجا بره بالا و برگرده اینجا دیگه یه جای بای میتونه باشه، یعنی نقطه‌ای که برای بای میتونه باشه و اینجا هم که سقف قیمتی هست که رو فعلا بهش کاری ندارم. پس من اینجا 2 تا نقطه رو فعلا از این چارتی که جلوم هست میتونم داشته باشم. من چیکار میکنم؟ من میام این 2 تا نقطه رو بر خودم مشخص میکنم. یکی اینجا بود که در واقع BOS من هست و یه نقطه هم اینجا که چنج آف کرکتر من هست یا چنج آف فیز من. حالا خیلی کلماتش تفاوت ایجاد نمیکنه. خب بسیار. ببینید من کلا 3 تا ستاپ دارم، ستاپ B، ستاپ C، اینجا می نویسم ستاپ B، ستاپ C و ستاپ T. ستاپ B معمولا اول روند هست، یعنی اگر اینجا رو بگیریم ما داریم با ستاپ B میریم.
برخورد به ساپورت یا رزیستنس های خیلی حساس رو میشه با ستاپ بی وارد شد، مثلا تو این نقطه. البته خیلی ریسکیه و کار سختی، استاپش هم زیاده. ستاپ سی قسمت دوم ماجراست، یعنی جایی که شکست انجام شده. من دارم در مورد این قسمت صحبت میکنم. وقتی اینجا یه لگ داشتیم و اومده شکست انجام شده و پول بک بهش بزنه، این ستاپ سی هست. یعنی الان در حال حاضر تو همین جای مارکت که ما هستیم، خط چنج اف فیز ما مشخص شده که اینجاست. اگر مارکت خودش رو به سمت بالا ببره و یه پول بک به این نقطه چنج اف کاراکتر ما بده، جایی که مسیر عوض شده، این میشه ستاپ سی. و اگر همین مسیر ادامه پیدا بکنه به سمت بالا، این پول بک ها رو ستاپ تی میگیم. خیلی شلوغ شد اینجا، ولی امیدوارم که منظورمو رسونده باشه. خب حالا میریم جلو دیگه ببینیم که چی میشه. من خیلی آروم کندلا رو جلو میزنم. الان تو این مرحله که هستیم، خب ما یه فاصله نسبتا خوبی داریم با ناحیه که مشخص کردیم، ناحیه مهمی که تو تایم بالاتر داریم. بنابراین وای میستیم که این BOS شکستش رو تایید بکنه. اگر پول بک زد بهش یه تایید بگیریم، میتونیم در جهت سل وارد بشیم. خب تایید نشد شکستش هنوز. خب بسیار عالی. مارکت داره حرکتش رو عوض میکنه، یه روند جالب داره برای ما میسازه. من اینم میذارم این بالا فعلا. خیلی نقطه که داریم. خب الان این شکست چنج آف فیز ما تشکیل شد. بنابراین من اینجا دنبال ستاپ سی باید باشم، یعنی یه پول بک بزنه به این ناحیه و توی برگشتش به سمت بالا بتونیم شکار کنیم. خب پول بک نزد هنوز. مارکت خیلی قوی داره حرکت میکنه اینجا. همونجوری که میبینید پول بک به این ناحیه هنوز تشکیل نشد. مارکت خیلی قویه. ادامه میدم. خب ببین الان دیگه من BOS هم، آخرین BOS هم میشه اینجا، درسته؟ و نقطه چنج آف فیز من هنوز بهش پول بک نزده و من امیدوارم که بهش یه پول بکی بزنه بتونیم وارد بشیم در جهت بای. این BOS رو چرا نمیگیرم؟ چون خیلی کوچیکه، حقیقتش خیلی ریسکی میشه اینجا. زیرش هم چنج آف فیزمون خالیه هنوز و ریسکش زیاد میشه دیگه. اینجا صبر بکنیم بهتره. مارکت خیلی قوی شروع کرده. یعنی وقتی زمانی که به آخرین سوینگ هایش برمیخوره همیشه ریاکشنی داره، ولی چون خیلی کوتاه بود، کوچیک بود، دیگه من چیز دادم که اینو نگیرم. ببینیم که به چنج آف فیز ما برمیگرده یا مارکت قوی به سمت بالا میره. خب خوب شد. یه کوچولو دیگه پایین تر بیاد ما عالی. خب ببین اینجا شما دو تا گزینه دارید. یا میتونید با کندل تایید بعدی با استاپ این زیر برید، ولی من همچنان مصرم که به چنج آف فیز من یه برخورد کوچیک داشته باشه. متاسفانه نداشته هنوز. اوکی خیلی. اینجا ما یه دونه تایید کندلی اگر داشته باشیم خیلی راحت میتونیم وارد پوزیشن بشیم. کندل تایید به ما داد. من در جهت لانگ یه پوزیشن اینجا باز میکنم با استاپ. سعی میکنم زیر بذارم جایی که نخوره. نمیخوام چون بالام حجم کافی داریم سعی میکنم که اینا بذارم این بالا که یک به یک و سه به ما میده. حداقل ببینیم که چه اتفاقی میفته.
کمی بیشتر بکشم، بیش جا بدم. یه خورده کندلا کوچیک شده، این یکم کار خطرناک کنه. ببین وقتی مثلا توی همچین حالتی من گیر میفتم، خیلی سریع منی بکن، خیلی سریع میام در واقع یا دیسک فری میکنم یا اینکه استاپو میره میذاره اینجوری، چون خیلی اینجا فکر میکنم یه یک به یکم نمیده اینجا هنوز. به حال میشه حداقل اینو مثلا ریسک فری کرد یا ریسکشو کمتر کرد، چون خیلی کندلا ببینید خیلی کندلا کوچیک کوچیک دارن میشن. ما معمولا انتظارمون از توی زمانهایی که قیمت برمیگرده به چنج اف پیس حرکات خیلی شارپ هست، یعنی معمولا اینقدر زمان نمیبره برای ما. خب همونجوری که میبینید این خیلی راحت به در واقع تارگت ما رسیده. امیدوارم که مفید باشه اینو فوروارد تست براتون. خیلی واقعا ریسک خیلی کمی داره و اگر این مقدار دقت و صبر و حوصله داشته باشین واقعا کارساز و میتونه پوزیشن خیلی خوبی بهتون بده.